جنیدالله خدایورف در فیسبوک قصه رقت‌آور دختری را از روسیه نشر کرده است که بعد 18 سال پدر تاجیکش را می جوید. در عکس‌های نشر شده هم دیده می شود که دختر قیافه خیلی مانند به مردم تاجیک را دارد و به پدرش خیلی شباهت دارد. بسیاری ها در زیر این قصه نوشتند که متاسفانه چنین انگلینه ها از مهاجران تاجیک به دنیا آمده در روسیه هزاران نفرند که از مهربانی پدر محروم به وی رسیدند و یا می رسند. انگلینا دیمیتریونا گراف سانه تولدش 2 مارس سال 2003 و مادرش آنا به جنیدالله خدایورف مراجعت کردند تا برای پیدا کردن پدر تاجیک انگلینا کمک کند. مادر دختر گفت است که در شهر بیریازوو با یک جوان تاجیک با نام میرزایف دلاور حسینویچ 1 سال زندگی یک جای داشته است، ولی وقتی در بطنش انگلینا را داشت دلاور ترک بیریازوو کرده است. آنا میگوید مخصوصا نسب دخترش را دیمیتریو نگذاشت چون که دلاور را در بیریازوو همه دیما نام می بردند. به گفته مادر انگلینا دلاور میرزایف از ناحیه کویبیشف حالا عبدالرحمن جامعی ولایت ختلان تاجیکستان است. جنیدالله خدایورف می نویسد سبب ترک زن حامله‌دار نمودن دلاور از مادر دختر پرسیدم و او افزود که من یک دادر داشتم با عالم جنایی سر و کار داشت و زندانی شده بود. از سببی که دلاور با او سوز نبود وقتی فهمید که دادرم از زندان رها می شود دلاور ترک من و این شرک نمود و دادرم از زندان آزاد شد. بعد چندی از طرف اشخاص نامعلوم به قتل رسانیده شد. انگلینا بسیار میخواهد که پدرش را پیدا نماید و همه روزه از مادرش کی بودند و چگونه پیدا نمودن پدرش را میپرسد. از این لحاظ مؤلف از همه کسانی که میرزایف دلاور حسینویچ را میشناسند خواهش کرده است تا بی‌طرف نباشند و در جستجوی پدر تاجیک انگلینا کمک کنند. بیایید این جوانمرد تاجیک را پیدا نماییم و با دخترش آنها را پیوست نماییم تا دختر در اسرت روی پدر بوده را خوشحال نماییم. نوشته از جنیدالله خدایورف.